افغانستان بیشترین جنگجویان این گروه تروریستی را تشکیل می‌دهند. ایران از شیعیان افغانستان و وضعیت فقر و محرومیت آنان سوء استفاده می‌کند. تعداد آنها 30,000 نفر تخمین زده می‌شود. نظام تهران آنان را برای شیعه گسترانی و تشکیل هلال شیعی بسیج کرده است. توسط سپاه قدس به بهانه دفاع از مقدسات برای حفظ نظام بشار اسد به سوریه اعزام شدند. فاطمیون در کنار ده‌ها گروه تروریستی دیگر امثال حزب الله لبنان، زینبیون پاکستان و کتائب اهل حق عراق مشغول سرکوب انقلابیون سوریه هستند. از سال 2012 میلادی در بیشتر مناطق سوریه به جنگ پرداخته است. تاکنون بیش از 2,000 نفر از آنان کشته و 8,000 نفر زخمی شده است. با فروکش کردن جنگ در سوریه بسیاری از این جنگجویان افغانی به افغانستان برمیگردند. فاطمیون یک خطر جدی برای امنیت افغانستان به شمار رفته و احتمالاً باعث گسترش جنگ‌های فرقه‌ای در افغانستان می‌گردد. نظام ولایت فقیه از آنان برای پیاده کردن اهداف خود در افغانستان استفاده می‌کند. حکومت افغانستان متوجه خطر آنان شده و آنها را در کنار داعش جزو گروه‌های تروریستی قرار داده است. مردم افغانستان فاطمیون را قاتل ملت سوریه، مزدور ایران و گروهی فرقه‌گرا می‌دانند. نظام تهران در صدد شکل دادن فاطمیون در افغانستان مانند حزب الله در لبنان و هشت شعبی در عراق است تا از این طریق بتواند سرنوشت افغانستان را به دست گیرد، همان گونه که دولت‌های عراق و لبنان را به اسارت گرفته است. آیا دولت و ملت افغانستان چنین اجازه‌ای خواهند داد؟